سلام به همه عزیزای دلم. من اومدم با دست پر و یه داستان دیگه. پس یه جا راحت بشین تا داستان امروز رو برات تعریف کنم. یادت نره ویدیو رو لایک کنی ها. 18 ساله بودم که عاشق برادر دوستم شدم و به اصرار خودم خانواده‌مو راضی کردم که باهاش ازدواج کنم. من بچه بزرگ خانواده‌ام بودم و 3 تا بچه قد و نیم قد دیگه پشت من بودن. پدرم مکانیک بود و سنی نداشت. اما انقدر از سن کم سگ دو زده بود که بتونه پول در بیاره، صورتش چروک شده بود و خیلی بیشتر از سنش نشون میداد. مادرم هم که از سن کم ازدواج کرده بود و کار همیشگیش تر و تمیز کردن خونه و آشپزی برای این همه بچه بود. مدتی که از ازدواجم گذشت، رفتارهای عجیب و غریبی از شوهرم میدیدم. اسمش رضا بود. بعضی وقتا خوب و خوش اخلاق بود و یهو میریخت به هم. یهو عصبی میشد و وسایل خونه رو میزد میشکست. من کلاس آرایشگری ثبت نام کرده بودم و در هفته 3 روز میرفتم کلاس. یه روز که از آرایشگاه داشتم برمیگشتم، وقتی درو باز کردم و اومدم توی خونه، دیدم رضا نشسته گوشه خونه و داره با یکی حرف میزنه. با خودم گفتم شاید یکی از رفیقاش اومده خونمون، چون رضا آدم رفیق بازی بود و همچنان و بعد از ازدواجمون هم با رفیقاش در ارتباط بود. رفتم جلوتر تا ببینم با کی داره حرف میزنه، اما در کمال تعجب دیدم که هیچ کس جلوی رضا نیست و انگار داشت با دیوار حرف میزد. وقتی منو دید یهو تعجب کرد و جا خورد. انگار اصلا متوجه ورود من نشده بود. وقتی منو دید خودش رو جمع و جور کرد و گفت ببخشید توی فکر بودم. من از اون روز خیلی نگران میشدم و یه کمی هم از رضا میترسیدم، چون کارهای عجیبی میکرد. با خودش حرف میزد، جوری رفتار میکرد که انگار کسی جلوشه. یهو خیلی شاد میشد و یه عالمه حرف میزد، یا یهو خیلی غمگین میشد و تو خودش میرفت. رضا مادرش رو توی بچگی از دست داده بود، اما داستان این که چه اتفاقی واسش افتاده بود و نه خودش نه پدر و خواهرش هیچ وقت تعریف نکرده بودن. خواهر رضا یه دختر حدوداً همسن و سال خودم بود. دختر خوبی بود و با منم زیاد حرف میزد و درد و دل میکرد و یکم وسواسی بود. وقتی براش تعریف کردم که رضا همچین کارایی میکنه و چنین رفتارایی از خودش نشون میده، بهم گفت که باید یه چیزی رو برات تعریف کنم. بهم گفت امیدوارم ما رو ببخشی که ازت مخفی کردیم. اسم خواهر رضا نسرین بود. نسرین گفت راستش رضا وقتی حدود 8 یا 9 سالش بوده، پدرشون رو به بهونه چیزی خریدن از خونه میفرسته بیرون. میگفت پدرشون خیلی آدم خشنی بوده و به بهونه‌های مختلف مادرشون رو کتک میزده. به جز اون موادم مصرف میکرده. نسرین گفت وقتی که رضا از سوپری برمیگرده، صحنه‌ای رو میبینه که عقل رو از سرش میپرونه. میبینه که پدرمون مادرمون رو سر بریده و خونه پر از خونه. نسرین اون موقع یه بچه شیرخواره بوده و چیزی حالیش نبوده، اما دیدن اون صحنه توی روحیه رضا تاثیر خیلی بدی میذاره. باعث میشه چند سال مجبور باشه بره مشاوره، اما گویا اون جلسات مشاوره هم تأثیری نداشته و رفتاره رضا همچنان ادامه داشت. نسرین بهم گفت چیزایی که تو از رضا دیدی به خاطر همون صحنه‌ایه که از پدر مادرمون دیده. خیلی دلم برای رضا سوخت و از پدرش هم ترسیدم. به نسرین گفتم چطور هنوز پیش پدرتون موندین؟ اونم گفت چاره دیگه ای نداشتیم. بعد از اون مکالمه من و نسرین پیشنهاد داد که رضا رو بفرستیم توی این مراکز سلامت که مثل مدرسه بیمارا بود و از صبح تا بعد از ظهر نگهش می‌داشتن. هم ازشون مراقبت می‌کردن، هم با تجویز دارو و مشاوره به روند درمانشون کمک می‌کنن. من که راضی بودم، اما مسئله این بود که راضی کردن رضا کار سختی بود، چون قبلا هم به زور رفته بود مشاوره و بعد یه مدت هم پاشو توی کفش کرده بود که دیگه نمیرم. نشستیم با نسرین، با مهربونی و لطافت پیشنهاد این کارو به رضا دادیم و همونطور که پیش بینی می‌کردیم رضا مخالفت کرد. رضا روحیه به شدت حساسی داشت و حتی زد زیر گریه. گفت من نمیخوام برم مرکز سلامت و روان. دلم خیلی واسش میسوخت. گفتم باشه عزیزم، نمیخواد بری. شبش وقتی نسرین رفت و با رضا رفتیم که بخوابیم، همینطور که کنارم دراز کشیده بود گفت یعنی برم مرکز حالم بهتر میشه؟ بهش گفتم معلومه که حالت بهتر میشه عزیز دلم. رضا نرم شد و قبول کرد که بره به مرکز سلامت و روان و ما فرداش با نسرین رفتیم و رضا رو توی یه مرکز همون نزدیکی‌ها ثبت نام کردیم. رضا هر روز صبح میرفت به اون مرکز و ظهر هم برمیگشت. توی این مدت هم من میرفتم توی سالن آرایشگاه و دیگه چون یه چیزایی یاد گرفته بودم اصلاح میکردم، آرایش میکردم، بعضی کوتاهی‌ها رو انجام میدادم. از این طریق یه پولی هم در می آوردم. مرکزی که رضا میرفت متصل به بهزیستی بود و به بیمارایی که اونجا میرفتن هم حقوق میدادن هم ناهار. رضا از مسئولین مرکزی که میرفت خیلی خوشش اومده بود. اونجا رو خیلی دوست داشت و دوست و رفیق پیدا کرده بود و
هر روز بدون اینکه اجباری بهش بکنیم میرفت مرکز. من واقعا خوشحال بودم چون با داروهایی که میخورد و مشاوره هایی که واسش تو مرکز میذاشتن حالش بهتر شده بود. هم کلاً به یه ثبات روانی خاصی رسیده بود. کمتر با آدمای خیالیش صحبت میکرد. دکترها مشکلش رو تشخیص داده بودن اما سر در نمی آوردم و فقط چند وقت یه بار با هم صحبت میکردن تا از روند پیشرفت رضا توی خونه مطلع بشن. رضا یه دوست داشت که اسمش بهرام بود. توی این مدتی که رضا میرفت مرکز بعضی وقتا یه چیزایی مثل میوه و سبزی میخرید و میآورد خونه ما. اوایل فکر میکردم خیلی مرد خوب و درستکاریه و از روی محبت و دلسوزیه که این کار رو انجام میده، یا مثلا فکر میکردم به خاطر حس معرفتش نسبت به رضا این کار رو انجام میده. اما یه مدت که گذشت فهمیدم به من نظر داره و برای اینکه به من نزدیک بشه داره این کارا رو میکنه. خودش زن و بچه داشت اما مثل اینکه آدم هوسبازی بود و زیبایی زنش ارضاش نمیکرد. حالا هم که رضا صبح میرفت مرکز و بعضی روزا من تنها بودم تو خونه، موقعیت رو جور دیده بود و میخواست از این وضعیت ما سوء استفاده بکنه و کار خودشو بکنه. من وقتی فهمیدم قصد و نیت این مرد چیه سعی کردم ازش فاصله بگیرم و بهش گفتم دیگه برامون چیزی نیاره و الکی گفتم که رضا ناراحت میشه و به غرورش برمیخوره. اونم گفت چشم و رفت. تا چند روزی از بهرام خبری نبود و من با خیال راحت تری داشتم به زندگیم ادامه میدادم. یه روز زنگ خونمون به صدا در اومد. دیدم دوباره بهرامه. نمیخواستم در رو روش باز کنم اما دیدم شاید اینجوری زشت باشه و رفتم و لای در رو باز کردم و گفتم بفرمایید. بهرام گفت ببخشید زینب خانم مزاحمتون شدم. یه مسئله مهمی است که باید راجبش باهاتون صحبت کنم. پرسیدم چه مسئله‌ای؟ گفت والا مربوط به رضاست. وقتی گفت مربوط به رضاست نگران شدم و گفتم بفرمایید داخل. نباید وقتی تنها بودم راش میدادم بیاد تو اما ترسیدم برای رضا اتفاقی افتاده باشه. بهرام اومد تو، هنوز ننشسته بود شروع کرد و گفت زینب خانم رضا توی سربازی هم که بودیم یه سری رفتارهای عجیبی از خودش نشون میداد و بهرام هی منمن میکرد و بین هر کلمه‌ای که میخواست بگه یه عالمه مکث میکرد. دیگه داشتم جون به لب میشدم. گفت آره توی سربازی خب به ما زیاد سخت میگرفتن خودتون میدونین که. بعد خیلی یهو حرفشو قطع کرد و هجوم آورد سمت منو چسبون به دیوار و دستشو گذاشت جلوی دهنم که داد و بیداد نکنم. بهرام پس فطرت‌تر از چیزی که تصور میکردم از آب در اومده بود و به من توی خونه خودم توی خونه رفیق خودش به زن رفیق چند سالش تجاوز کرد. بعدش هم بدن بیجون منو توی خونه رها کرد و از خونه رفت بیرون. حالم خیلی بد شد. تنها چیزی که میشد بهش دل خوش باشم این بود که خدا رو شکر از بهرام حامله نشده بودم. حال روحیم افتضاح بود و رضا هم اینو فهمیده بود. اما الکی بهش گفتم که توی آرایشگاه بحثم شده و به بهونه‌های مختلف حواسشو پرت میکردم. نمیخواستم حالا که حالش یکم بهتر شده با فهمیدن قضیه بهرام دوباره حالش به هم بریزه. دلم نمیخواست به وضعیت قبل برگرده. با هیچ کس نمیتونستم درد و دل کنم و تنها دوستم نسرین خواهر رضا بود که مطمئنم اگه بهش میگفتم میگفت برو و شکایت کن. اما من نمیتونستم اون مسئله رو حتی به زبون بیارم چه برسه بذارم یه عالمه آدم ازش خبردار بشن. این درد رو روی دل خودم گذاشتم و تو سینم نگه داشتم. اینطوری شد که رفتم سمت سیگار و صبح که رضا میرفت مرکز سیگار میکشیدم. فیلتراشو یا تو چای توالت مینداختم یا از بالای در پرت میکردم توی کوچه که رضا نبینه. رضا به خاطر اعتیاد پدر خودش از هر چی دود و مواد بود بدش میومد. یه روزی همینجوری که داشتم توی گوشیمو توی فضای مجازی چرخ میزدم یهو چشم خورد به یه پیجی که نوشته بود کمک به خانمای قربانی تجاوز. تا اون موقع کمی آروم گرفته بودم اما یه چیزی رو قفسه سینم سنگینی میکرد و با دیدن اون سایت انگار حس کردم اگه با کسایی مثل خودم روبرو بشم شاید تحمل کردن این عذاب واسم راحت تر بشه و شاید با بیان کردنش چیزی که به سرم اومده برای غریبه هایی که نمیشناختم و قضاوتم نمیکردن قرارم نبود به رضا چیزی بگن یکم سبک بشم و حالم بهتر بشه. همین شد که به ادمین اون سایت پیام دادم تا ببینم شرایط حضور توی اون جمع چجوریه. وقتی پیام دادم یه خانم خیلی خوش صدای وایس گرفت و شرایطشون رو گفت. دیدم که محل جلساتشون هم خیلی از خونمون دور نیست و اتفاقا صبح هم برگزار میشد.
اینجوری میتونستم تو ساعتایی که رضا خونه نیست و خیالم راحت بود که خبرنار نمیشه برم اون جلسه ها و با اون خانوما صحبت کنم. با اون ادمین هماهنگ کردم و اونم آدرسشون رو داد. یه مبلغ کمی هم ازم درخواست کرد که واسهشون کارت به کارت کنم. منم همین کارو کردم. اونم منو توی گروهشون اد کرد و چند روز بعد که جلسه داشتن رفتم اونجا. دیدم یه عالمه خانوم شبیه خودم اونجا که همشون قربانی تجاوز بودن. یه لحظه یه جوری شدم و دلم برای زن بودن خودمون سوخت که انقدر بی‌پناه بودیم و اکثرمون نه تنها شکایت نکرده بودیم بلکه خیلی‌ها حتی چیزی به کسی هم نگفته بودیم. توی اونجا 2-3 تا مشاورم بودن که مدرک داشتن و اصلا کارشون همین بود. دور هم جمع می شدیم و هر کس از تجربه خودش می گفت و بغض می کرد. گریهش می گرفت و دنباله اون همه گریه می کردن. بعد مشاوره اونجا به صورت تکی هم با هر کدوممون صحبت می کردن و راهکارایی می دادن برای آرومتر شدن و یه روانپزشک هم بود که ماهی یه بار می اومد اونجا و برای کسایی که احتیاج به دارو داشتن دارو تجویز می کرد. مسئولای اونجا با ما کار میکردن تا شجاعت حرف زدن در مورد اون مسئله رو پیدا کنیم و حتی بتونیم از اون مردای کثیفی که به ما دست درازی کردن شکایت کنیم. مسئول اونجا مدام میگفت شکایت حق شماست. باید بتونید که برید شکایت کنید. حرفشون روی من یکی خیلی تاثیر گذاشته بود و عزممو جزم کرده بودم که برم و از بهرام شکایت کنم. جلساتی که رفته بودم حسابی منو شجاع کرده بود تا برم و شکایت کنم. برگشتم خونه و تصمیم گرفتم رضا که از مرکز برگشت بهش بگم که چی شده. بهش بگم که میخوام شکایت کنم. اما رضا وقتی برگشت حسابی داغ کرده بود و عصبانی بود. به محض اینکه درو باز کرد به سمت من حمله ور شد و داد و بیداد راه انداخت. بهم گفت زنی که خراب معلوم هست چی کار میکنی؟ از حرفای رضا فهمیدم که اون بهرام از خدا بی خبر خودش دست پیشو گرفته و از ترس اینکه من داستانو برای رضا تعریف کنم خودش رفته سراغ رضا و براش قضیه رو جور دیگه ای و به نفع خودش تعریف کرده. بهرام به رضا گفته بود که زنت به من نخ میداده و به پر و پای من میپیچیده. منو پیش رضا شبیه یه زن خراب جلوه داده بود. رضا حسابی داغون شده بود. بهرام خیلی روش تاثیر گذاشته بود. حتی فرصت نداد من از خودم دفاع کنم و بهش بگم چیزایی که شنیده دروغه و داستان یه شکل دیگه است. حتی چند تا سیلی محکمم نثار من کرد و ازم خواست که از خونه برم بیرون. منم نمیتونستم برم پیش خانواده‌ام و براشون تعریف کنم. نسرین تازگی واسه خودش یه خونه مجردی گرفته بود. اون اولین کسی بود که به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم برم پیش اون. منم رفتم سراغش. با گریه رفتم و نسرینم با مهربونی پذیرای من شد و وقتی قضیه رو بهش گفتم حسابی بهم دلداری داد و گفت با رضا هم حرف میزنه و بهش میگه که حقیقت چیز دیگه است. من خیلی پیش نسرین گریه کردم و اونم حسابی دلش برام سوخت. چند روزی رو خونه نسرین موندم و اونم توی این فاصله هر روز میرفت پیش رضا و باهاش صحبت میکرد که قضیه جور دیگه ای بوده اما رضا حاضر نمیشد با من حرف بزنه و روبرو بشه. نسرینم با هم حرف زد و اونم بیشتر مصممم کرد برای شکایت کردن. برای همین یه روز پا شدم و با خود نسرین رفتیم و شکایت کردیم. یه جلسه دادگاه واسمون گذاشتن و من توی اون جلسه هر چیزی که یادم بود از اون روز به دادگاه گفتم. بهرامم تا تونست کتمان کرد. دلایل من برای دادگاه کافی نبود و هیچ شاهدی هم نداشتم که ثابت کنم بهرام به من تجاوز کرده. برای همینم بهرام خیلی راحت تبرئه شد و به هیچ گناهی هم محکوم نشد. این مسئله هم که بهرام به سزای عملش نرسید و بازم این من بودم که بد جلوه کردم بیشتر اعصابمو خورد کرده بود و به ناراحتیام اضافه کرده بود. دادگاه و شکایت آخرین امیدم بود برای اینکه بتونم به رضا ثابت کنم من بیگناهم. اما رأی دادگاه به نفع من نشد و من بازم ناکام موندم. نتونستم پیش رضا برگردم و نظرش رو راجع به خودم عوض کنم. همین شد که رضا همچنان بهم بددل موند و منو نبخشید. من دیگه خونه نسرین موندگار شده بودم و سربارش بودم. صبح از خونه نسرین میرفتم سر کار، بعدم برمیگشتم همونجا. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که خونه نسرین بمونم و واسش آشپزی کنم. ناهار و شامی بپزم تا کمتر احساس سربار بودم بکنم. حالا روحی خوبی نداشتم و دیگه توی اون مرکز و جلساتشون هم نمیتونستم برم، چون احساس میکردم یه آدم بی‌مصرفم که از پس هیچ کاری سربلند بیرون نمیاد. همینجوری ادامه میدادیم تا اینکه یه روز نسرین با یه مردی اومد خونش و وقتی اومد تو گفت یا الله. من رفتم توی اتاق. نسرین اومد توی اتاق و گفت یه چیزی سرت کن. بعدش هم بیا با امیر آشنا شو.
گفتم امیر کیه دیگه؟ گفت همکارمه. چند وقتی میشه با هم توی رابطه ایم، بیا حالا میبینیش. من یه روسری انداختم روی سرم و وقتی رفتم توی هار امیر جلوی پام بلند شد و با احترام با هم سلام و احوال پرسی کرد. با هم آشنا شدیم. پسر قد بلند و خوشتیپی بود، قیافه خوبی هم داشت. نسرین حسابی باهاش گرم میگرفت و مثل پروانه دورش میچرخید. وقتی امیر رفت نسرین واسم تعریف کرد که 1 سال پیش امیر توی شرکتشون استخدام شده و از همون اول از همدیگه خوششون اومده بوده. امیرم به نسرین پیشنهاد داده و با هم رفتن توی رابطه. نسرین حسابی از امیر تعریف میکرد و موقع صحبت کردن در مورد امیر و توصیف کردن جزئیاتش چشای نسرین برق میزد و یه خوشحالی و ذوق خاصی تو صداش بود که دوزاریم افتاد حسابی خاطر پسره رو میخواد. همونجا واسه خوشبختیشون دعا کردم و به نسرین گفتم امیدوارم خیلی زود به همدیگه برسیم. نسرینم کلی ذوق کرد و ازم تشکر کرد. از وقتی که امیر شروع کرد گهگداری خونه نسرین رفت و آمد کردن منم بیشتر معذب شدم و تصمیم گرفتم از خونه نسرین برم تا اون دوتا با هم راحت باشن. اما وقتی نسرین تصمیممو فهمید قسمم داد که نرو، فکر نکن ما معذبیم. منم خیلی بهش اصرار کردم که بذاره برم، اما نسرین ابدا راضی نشد و گفت باید بمونی. نسرین بازم به خاطر من رفت و با رضا صحبت کرد و طبق گفته نسرین رضا یکم نرم شده بود و دیگه اون فکرای بد و با اون شدت در موردم نمیکرد. همینجوری ادامه میدادیم و یه روز نسرین گفت که میخواد با امیر یه مسافرت مشهد با اتوبوس و تور برم. یه عالمه اصرار کرد که تو هم بیا. من اولش قبول نکردم و گفتم شما دوتا بریم بهتون خوش بگذره، دوتایی راحت باشید. اما نسرین خیلی اصرار کرد و از دهنشم در رفت این که من باهاشون برم پیشنهاد امیر بوده. خلاصه من به اصرار نسرین قبول کردم و وسایلمون رو جمع کردیم و ستایی با تور 5 روزی رفتیم مشهد. حسابی توی مشهد گشتیم و خوش گذروندیم. حتی ستایی رفتیم شهربازی. من مثل دوره نوجوانیم شده بودم و کلی داشتم کیف میکردم. آخر شب وقتی آخرین وسیله رو توی شهربازی سوار شدیم توی تاریکی یهو دیدم امیر دست منو گرفت. منم دستمو کشیدم بهش چپ چپ نگاه کردم. اونم یه لبخندی توی چهرش بود. اما وقتی مخالفت منو دید خودشون جمع و جور کرد و خودشو پس کشید. خدا رو شکر نسرین متوجه نشد، اما من خیلی خورد توی حالم و اعصابم خورد شد. اما سعی کردم زیاد به رو خودم نیارم. برگشتیم هتل و اون شب گذشت، اما صبحش بیخوابیم افتاده بود. بلند شدم رفتم توی لابی هتل که یهو امیر رو اونجا دیدم. خواستم برگردم که یهو منو دید و اومد جلوی راهم. بهم گفت صبحت بخیر زینب جان، چقدر زود بیدار شدی؟ گفتم بله، به لطف شما نتونستم بخوابم. پرسید چرا؟ سعی داشت با من صمیمی بشه اما من نمیذاشتم. حتی یه جای دستش آورد سمتم تا شونمو بگیرم اما من خودم عقب کشیدم و بهش گفتم خجالت بکش، نسرین تو رو دوست داره، روی عشق تو هم حساب کرده. با کمال پررویی گفت خب منم دوستش دارم اما از تو هم خوشم اومده. یعنی آدم نمیتونه دوتا عشق داشته باشه؟ دلم میخواست یکی بخوابونم توی صورتش، اما فقط یه توف انداختم جلوی پاشو. گفتم حیف نسرین. به نسرین اس دادم برای من کار واجبی پیش اومده و من باید زودتر برگردم شهر. کلی ازش عذرخواهی کردم و وسایلمو از توی هتل جمع کردم و برگشتم خونه نسرین. وقتی برگشتم خونه نسرین حالم خیلی بد بود. فقط منتظر بودم که نسرین برگرده. مدام با خودم کلنجار میرفتم که الان باید موضوع رو به نسرین بگم یا نه. آخه نسرین خیلی دختر خوبی بود. نمیخواستم با یه آدم عوضی و چشترون ازدواج بکنه و بدبخت بشه. اما وقتی نسرین برگشت چنان با هم عبوس و بد اخلاق رفتار کرد که فهمیدم مثل قضیه بهرام امیرم خودش دست پیشو گرفته و قضیه رو اونجوری که به نفع خودش بوده تعریف کرده. مبادا من حقیقتو بگم و نسرین باور کنه. امیر به نسرین گفته بود زینب به من نخ میداده. وقتی من بهش گفتم نه اینجوری عصبانی شده و رفته. امیر به خاطر اینکه من دست رد به سینه‌اش زده بودم حسابی سوخته بود و میخواست رابطه من و نسرین رو خراب کنه. نسرین به من میگفت چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ میگفت من به تو اعتماد داشتم و تو بهترین دوستم بودی، ازت انتظار نداشتم. من همش سعی میکردم بهش بگم بابا اینجوری که امیر به تو گفته نبوده، به خدا من کاری نکردم. اما امیر حسابی مغز نسرین رو شستشو داده بود و نسرینم مثل رضا هیچ کدوم از حرفای منو باور نکرد. من وسایلمو جمع کردم و با پسندازی که از کارم جمع کرده بودم رفتم یه هتل متوسط پیدا کردم و با خودم گفتم چند روزی اینجا میمونم تا بتونم یه جایی دست و پا کنم، بالاخره بتونم یه جایی بمونم.
همین بین بود که یه شماره از همون مرکزی که توش میرفتم پیش خانمای آسیب دیده با هم تماس گرفت و منم جواب دادم. دیدم خانم معصومیه، مسئول اونجا. گفت نگرانت شدیم، کجایی؟ چرا دیگه بهمون سر نمیزنی؟ وقتی صداشو شنیدم انگار دوباره امید توی دلم زنده شد. اونجا تنها جایی بود که همه مثل من بودن. همه حرفای همدیگر رو باور میکردن. لازم نبود به آیه و قرآن قسم بخوری یا 2 تا شاهد مرد داشته باشی تا باورت کنن. حرف خودت و اشکات سند بود. سریع همون موقع یه تاکسی گرفتم و رفتم پیششون و مثل قبل باز در دلم رو باز کردم و سختیایی که این مدت باهاشون دست پنجه نرم کرده بودم و قضیه امیر و همه رو بهشون گفتم به خاطر اینکه حرفمو باور نکردن من دوستم نسرین رو از دست دادم. مثل قبل همه پذیرای من بودن، سعی میکردن بهم دلداری بدن تا کمتر قصه بخورن. باز مثل قبل شروع کردم مرتب به مرکز رفتن و پیش اون خانوما میرفتم و روحیم خیلی بهتر شده بود. همین بینم خبردار شدم که نسرین با همون پسر امیر ازدواج کرد. منم واسه خوشبختیشون دعا کردم، اما ته دلم میدونستم از اون پسر چشم چرون آبی گرم نمیشه. مشاورا و مسئولای مرکز حسابی روم کار کردن و اعتماد به نفسم و بردم بالا. بهم گفتن حالا که قانون کمکت نمیکنه به حقت برسی، از طریق فضای مجازی مشکلتو به همه میگیم و داوری رو با مردم میذاریم. من اول قبول نمیکردم و میگفتم آبروم میره، اما بعد که بهم نشون دادن چقدر خانمای زیادی از این طریق به حقشون رسیدن راضی شدم. یه روز پا شدم رفتم خونه مامان بابام و بهشون گفتم آره یه همچین اتفاقی واسه من افتاده. میخواستم قبل اینکه توی گوشیاشون داستان منو بشنون خودم بهشون قضیه رو توضیح بدم. مامانم سریع حالش بد شد و با دستاش کوبید توی سرش، اما سعی کردیم حالش رو با آبغن جا بیاریم. بابام چشماشو به فرش دوخته بود و هیچی نمیگفت. گفتم از طریق دادگاه اقدام کردم، اما چون مدرک و شاهدی نداشتم دادگاه حرفمو باور نکرد و من همه چی رو باختم. اون آدم گناهکار متجاوز داره واسه خودش راست تو خیابون راه میره. مامان بابام گفتن پشت من، ازم حمایت میکنن. خیلی باعث خوشحالیم شد و احساس غرور و اعتماد به نفس میکردم از داشتن همچین خانواده‌ای. با کمک خانم معصومی و بقیه مسئولا یه فیلم ضبط کردیم که من توش بلایی که سرم اومده بود و با جزئیات تعریف میکردم. اونا هم از طریق پیجشون منتشر میکردن. بازخورد مردم خیلی جنجالی بود و یه عالمه آدم پشتمو گرفتن و حقو بهم دادن. حتی توی خوابم نمیدیدم که اینقدر آدمای زیادی ازم حمایت کنن. من اسم بهرامو با فامیل و اطلاعاتش توی فضای مجازی پخش کرده بودم و آبروشو برده بودم. دلم خنک شده بود. حتی اگه از طریق قانون به سزای اعمالش نرسید، حداقل توی اجتماع اسم و رسمش خراب شد. حتی خانواده‌اش هم فهمیدن چه آدم کثیفیه. چند باری زنگ زد و گفت ویدیوتون رو پاک کنین، حتی داد و بیداد و تهدید کرد. اما ما حتی تلفنش رو ضبط کردیم و توی فضای مجازی گذاشتیم تا همه با ذات کثیف این مرد آشنا بشن و اینجوری حتی کسایی هم که به من شک داشتن مطمئن شدن که من بیگناهم و این بهرامه که همه گناه‌ها و تقصیرها رو گردنش داره و داره رو شونه‌هاش سنگینی میکنه. داستان من مثل بمب توی فضای مجازی صدا کرده بود و همه مردمم حقو به من میدادن. من به کمک بچه‌های مرکز که خیلی کارشون رو بلد بودن تونسته بودیم چند تا تماس تلفنی از بهرام رو ضبط کنیم که توی همه‌شون سر من داد میزد و منو تهدید میکرد. با این کارا به گناه خودش اعتراف میکرد. با داشتن اون صداهای ضبط شده دیگه مدرک از بهرام داشتم و میتونستم از طریق قانونی هم برم و به حقش برسونمش. اما یه روز دیدم زنش اومد سراغم و حسابی گریه و زاری کرد که تو که جلوی عالم و دنیا آبروی این مرد رو بردی، حداقل نندازش توی زندان. گفت چند تا بچه قد و نیم قد دارن، چشمشون به دست باباشونه تا سر ماه یه چیزی بخره و بیاد خونه. اگه این مرد نباشه همشون از گرسنگی میمیرن. باورم نمیشد اون زن بیچاره به جای اینکه از شوهر کثیفش جدا بشه اومده بود التماس منو میکرد تا رضایت منو جلب کنه، مبادا اون مرد بیفته زندان. خیلی دلم به حالش سوخت. خیلی زن سختی کشیده‌ای بود و زندگیش پر از بدبختی بود. در دلش باز شده بود و کلی واسم درد و دل کرد. تعریف میکرد توی سن خیلی کم به خاطر اینکه توی خانواده عیالوار دنیا اومده بوده، به محض اینکه بالغ میشه پدرش به بهرام که 11 سال ازش بزرگتر بوده شوهرش میده تا یه نونخور از اون خونه کم بشه. میگفت بهرام از اولم مرد چشرونی بوده و همیشه چشمش دنبال بقیه زناست، تا حالا چند بارم بهش خیانت کرده.
بهش میگفتم چطور هنوز زنشی و ازش جدا نمیشی؟ میگفت چاره ای ندارم. میگفت اگه طلاق بگیرم از چاله میافتم توی چاه. کسی نیست که منو با 4 تا بچه قد و نیم قد بگیره. منم نمیتونم به کسی تکیه کنم. همش به این فکر میکردم که چرا یه زن باید انقدر ضعیف باشه که حتما احتیاج داشته باشه به یه مردی مثل بهرام. آخه به مردی مثل اون مگه میشه تکیه کرد؟ دلم میخواست تا صبح با اون زن حرف بزنم تا فقط ذره‌ای بهش اعتماد به نفس بدم که تو خودت به تنهایی میتونی برای خودت و بچه‌هات تکیه‌گاه باشی. اما اون زن اینجوری بزرگ شده بود و اگه من 1 هفته یا حتی چند ماه هم باهاش حرف میزدم اون حرف منو قبول نمیکرد. آخرش میرفت پیش همون بهرام تا به قول خودش بهش تکیه کنه. خیلی دلم به حالش سوخت و از شکایتم صرف نظر کردم. پیش خودم گفتم همین که بهرام آبروش رفت براش کافیه. دیگه حتی نمیتونست توی بازاری که توش کاسبی میکرد سر بلند کنه. اون به سزای عملش رسیده بود و منم به آرامشم. حتی رضا اومد سراغم و بابت اینکه توی سخت‌ترین شرایط منو تنها گذاشته عذرخواهی کرد. با اینکه من توی شرایط بیماری اون بودم و اون حالش خوب نبود، براش بزرگترین تکیه‌گاه بودم و هیچ جوره تنهاش نذاشته بودم. خیلی پشیمون بود و میگفت هر کاری میکنم تا به زندگیمون برگردی. اما من دیگه خیلی وقت بود که رضا رو کنار گذاشته بودم. اون غرورمو شکسته بود. منم بخشیدمش اما حاضر نبودم بهش برگردم با اینکه مرد خوبی بود. من فرستادمش بره و با کمک خانمای همون مرکز و وکیلی که واسم پیدا کردن طلاقم رو از رضا گرفتم. حالا دیگه برای خودم یه زن آزاد بودم و به هیچ مردی هم احتیاج نداشتم. دیگه داشتم توی یه تنه زندگی کردن خبره میشدم. دیگه خودم میتونستم به زنای آسیب دیده و قربانی کمک کنم و بهشون درس بدم که شما به هیچ احدی احتیاج ندارید. بعد از مدتی نسرینم اومد سراغم و با کلی معذرت‌خواهی خبر داد که میخواد از امیر جدا بشه. گفت به حرفات رسیدم. همون اول فهمیدم که تو راست گفته بودی. میگفت امیر چشش همینجوری توی خیابون میچرخه و وقتی با من ذره حیا نمیکنه. میگفت در حدی چشم چرونه که حتی به زنای شوهردارم رحم نمیکنه و این مدت زندگی باهاش فقط واسم عذاب بوده. نسرین خیلی ازم عذرخواهی کرد و التماسم میکرد که دوباره رفاقتمون مثل سابق بشه. منم برای اینکه دلش نشکنه قبول کردم، اما در اعماق وجودم دلم ازش خیلی گرفته بود و حالاها نمیتونستم دلمو باهاش صاف کنم. نسرینم اومد و جزوی از اون مرکز شد و انجمن زنای آسیب دیده ما روز به روز بزرگتر میشد و همه ما در کنار هم با وجود آسیب دیده بودنمون یه جمع قوی رو تشکیل داده بودیم. من تمام این مدت توی یکی از اتاقای همون مرکز زندگی میکردم و همون اتاقم به لطف خانم معصومی داشتم که خیلی زن مهربونی بود. وقتی فهمید من جایی ندارم واسه موندن و توی هتل میمونم، سریع اتاق برام آماده کرد و گفت از فردا میای و اینجا میمونی. آخه مرکز در واقع یه خونه قدیمی بود که تبدیل به یه مرکز کرده بودنش و چندین اتاق داشت. وقتی که نسرینم به ما ملحق شد، بعد مدتی من و نسرین دوباره مثل سابق شدیم. نسرین بهم پیشنهاد کرد که مثل قبل برم و پیشش با هم زندگی کنیم، اما من قبول نکردم و گفتم از اونجا خاطره خوبی ندارم. نسرینم گفت منم همینطور. نسرین پیشنهاد داد حالا که اینطوره پس بیا اون خونه رو بفروشیم و با هم پول بذاریم و یه خونه نقلی کوچولو دوتایی بگیریم. من توی این مدت کمی که پس انداز برای خودم جمع کرده بودم پیشنهاد نسرین رو قبول کردم. یه وامم از بانک گرفتم. اونقدر گشتیم تا یه خونه نقلی تر و تمیز پیدا کردیم و سریع معاملش کردیم و رفتیم توی اون خونه مستقر شدیم. یه روز همینطوری که با نسرین نشسته بودیم و گپ می‌زدیم یهو بحثمون به گذشته‌ها و امیر رسید. نسرین گفت راستی امیر این آخریا با یه دختری ریخته بود روی هم که قیافش خیلی واسم آشنا بود. نسرین گفت بیا پیجش رو بهت نشون بدم، انگار تو هم فالوش داری. وقتی پیجش رو آورد یهو شوکه شدم. دیدم که دخترعموی منه که چند سالی هم از من و نسرین کوچیک‌تره. وقتی به نسرین گفتم دخترعمومه کلی تعجب کرد. گفت پس من اینو توی عروسی تو و رضا دیده بودمش که انقدر قیافش واسم آشنا بود. من خیلی ناراحت شدم و گفتم باید برم با نگار دخترعموم صحبت کنم و بهش هشدار بدم که یه موقع تو دام امیر نیفته. نسرینم گفت آره همین کارو بکن. من بعد از مدت‌ها و یهویی رفتم خونه عموم که عموم و زن عموم کلی از دیدنم تعجب کردن که بعد این همه سال اون طرفا پیدام شده. گفتم در رابطه با یه کاری باید با نگار صحبت کنم. اونا هم گفتن که نگار کلاس زبانه و احتمالاً تا یه ساعت
ساعت دیگه برگرده. منم منتظر موندم و توی این فاصله مامانش واسم تعریف کرد که نگار اخیراً یه خواستگار داره که پسر خیلی خوبیه و خیلی هم پیگیره. چند سالی از نگار بزرگتره، اما به خاطر اینکه نگار رو میخواد ما هم اجازه دادیم با هم دیگه آشنا بشن. وقتی گفت اسم اون پسر امیره، فهمیدم کار به جاهای خیلی باریکی رسیده و مسئلهشون خیلی جدی شده. ممکنه برای نجات دادن زندگی نگار خیلی دیر باشه، اما هیچی به خانواده‌اش نگفتم و پیش خودم گفتم بهتر اول با خود نگار صحبت کنم، چون فکر میکردم شاید 1% هم که شده بتونم یه جوری راضیش کنم بدون اینکه خانواده‌اش بفهمن خودش این وصلت رو به هم بزنه. توی همین فکرا بودم که نگار از راه رسید و کلی منو تحویل گرفت. منم باهاش رفتم توی اتاقش و با کلی سختی بحث و باز کردم و با تعریف کردن قضیه خودم و نسرین سعی کردم بهش حالی کنم که پسری که انتخاب کرده اصلا پسر مناسبی نیست. از همه مهمتر که قبلا هم یه بار ازدواج کرده. نگار گفت من از ازدواجش باخبرم و حرفایی که زدی دلیل نمیشه امیر پسر بدی باشه. فهمیدم عموم و زنموم از زن قبلی امیر بیخبرن و امیرم یه شناسنامه المثنا گرفته تا همه چیزو پیش اونم مخفی کنه و خود نگارم توی این زمینه کمکش میکرد. من خیلی با نگار حرف زدم، چندین و چند بار. حتی نسرین رو هم یه بار بردم پیشش و نسرین هم برای نگار توضیح داد که امیر چقدر شوهر بدیه و چقدر چشمش دنبال بقیه زناست. اما نگار خیلی رک به نسرین گفت که شاید مشکل از شما بوده و امیر هر جوری که بوده شاید توبه کرده. نسرین ناراحت شد و گفت هر کاری میخوای بکنی بکن، خودت بعداً میفهمی چه گندی زدی به زندگی تو رفت. من که دیدم نگار رو هیچ جوره نمیشه از ازدواج با امیر منصرف کرد، تصمیم گرفتم برم و همه چیزو به خانواده‌اش بگم، بلکه اونا نذارن این دختر جوون با دستای خودش زندگیشو به باد بده و زخمی به خودش بزنه که سالها بعد نشون داده میشه. یه روز که میدونستم نگار کلاس داره و خونه نیست، رفتم پیش عموم و زنموم و همه چیزو بهشون گفتم که امیر اصلا اونجوری که نشون میده نیست. من هر چقدر تلاش کردم نتونستم اینو به دخترتون حالی کنم. عمو و زنموم وقتی اینا رو شنیدن رنگ از صورتشون پرید. گفتن آخه ما این دوتا رو با هم نامزد کردیم، خیلی بد میشه. اما من بهشون گفتم الان اگه نامزدی نگار رو با امیر به هم بزنید خیلی بهتر از اینه که چند سال دیگه مجبور بشید طلاق بچه‌تون رو شاید حتی با یه بچه تو شکمش بگیرید. من قضیه رو کاملا به عمو و زنمون فهموندم و از خونه‌شون اومدم بیرون. اما چند وقت بعد خبردار شدم که نه تنها نگار راضی نشده نامزدیشو با امیر به هم بزنه، بلکه شناسنامه‌ش از خونه برداشته و با امیر فرار کرده و رفته و هیچ خبری هم ازش نیست. زنموم تا مدت‌ها داغون شده بود تا بالاخره نگار شروع کرد نامه فرستادن و خبر داده بود که حالش خوبه و با امیر ازدواج کرده و میخوان از ایران برن. حتی عموم و زنموم یه بار پا شدن و رفتن به اون آدرسی که نگار ازش نامه فرستاده بود و پیداشون کردن. اما نگار پدر و مادرش رو قانع کرده بود که زندگیش خوبه و با امیر همدیگه رو دوست دارن. بعضی وقتا با نسرین فکر می‌کردیم که شاید امیر واقعاً توبه کرده باشه و عاشق نگار شده باشه و به خاطر اون آدم شده باشه. اما بعدش خودمون از حرفمون خندمون میگرفت و اونقدر مسخره بازی در میآوردیم که از خنده روده بر میشدیم. بعد از چند وقت دیگه از کار آرایشگری به خاطر اینکه درآمدش به زحمتش نمیارزید خسته شده بودم، نسرین توی شرکت روبروی شرکتی که خودش کار میکرد یه کار واسم پیدا کرد. منم رفتم برای مصاحبه و شانسم زد و مصاحبه رو البته با کمی سفارشای نسرین قبول شدم. من توی دبیرستان حسابداری خونده بودم و بعدم توی دانشگاه پیام نور شهرمون همون رشته رو ادامه داده بودم. کارمو توی شرکت به عنوان حسابدار شروع کردم و هنوز چند روزی از کار کردنم توی اون شرکت نگذشته بود که متوجه شدم یکی از پسرایی که اونجا کار میکنه خیلی بهم توجه میکنه و منم وقتی بیشتر بهش نگاه کردم از چهرش خوشم اومد و مهرش به دلم نشست. میز کارش تقریبا به من نزدیک بود و وقتایی که کار میکردم متوجه سنگینی نگاهش رو خودم میشدم. ولی خب تا مدت‌ها اصلا با پیش نگذاشت و ارتباط ما در حد همون سلام اول صبح باقی مونده بود، تا اینکه یه روز بالاخره پیش قدم شد و بهم گفت که اگه اشکالی نداره ناهار دعوتتون کنم و منم قبول کردم. اسمش احسان بود و خیلی پسر ساده‌ای بود. من با شناختن احسان بهم ثابت شد که مردای خوبی هم وجود دارن و به مردان هم ظلم میشه. آخه وقتی ارتباطمون با هم نزدیکتر شد، احسان واسم تعریف کرد که قبلا یه بار ازدواج کرده اما تجربه خیلی بد و ناموفقی داشته. میگفت زنش از همون اول دوستش نداشته و به اجبار خانواده‌اش بهش گیر داده بودن تا باهاش عروسی کنه. فقط برای اینکه مادرش رو راضی و خوشحال کنه میگه دختر همسایه‌شون رو واسش خواستگاری کنن. احسان تعریف میکرد که زنش خیلی بهش کم محلی میکرده و تا میتونسته بیرون از خونه میمونده که زیاد احسان رو نبینه. میگفت حتی از احسان باردارم شده بود
بود، اما اونقدر عاطفه‌ای نسبت به احسان نداشته که بدون اینکه به احسان بگه میره بچه رو سخت میکنه. احسان از حرفای دوست زنش متوجه میشه که این کارو کرده. احسان بچه خیلی دوست داشته و انگار زنش اصلا از رو لجبازی و برای اینکه احسان رو اذیت کنه بچه‌ش رو سخت کرده بود. احسان میگفت آخر سر داداشش واسش خبر آورده که زنت داره بهت خیانت میکنه. میگفت دختر مدام با رفیقاشو بدون احسان پارتی و مهمونی میرفته. بعدش هم گندش در میاد که با مردای غریبه میریخته روی هم و احسانم وقتی اینو میفهمه سریعا دختره رو طلاق میده. اونم از خدا خواسته میره پی زندگی و خوشگذرونیای خودش. وقتی احسان همه قضیه‌های زندگیشو واسم تعریف کرد، منم دیگه بیشتر باهاش صمیمی شده بودم و همه اتفاقای زندگیمو حتی تجاوز واسش تعریف کردم. من و احسان شده بودیم مرهم و همدرد همدیگه و روز به روز بیشتر به همدیگه وابسته میشدیم، تا اینکه بالاخره احسان ازم پرسید که آیا با وجود همه این سختیایی که از سر گذروندم بازم دوست دارم ازدواج کنم. من تا مدت‌ها فکر می‌کردم که از همه مردم متنفرم و دیگه هیچ وقت دوست ندارم که ازدواج کنم، اما خیلی به احسان علاقه‌مند شده بودم و انگار ذهنیتم رو نسبت به مردا عوض کرده بود و بهم ثابت کرد که مرد بودن چیز دیگه ایه. من به احسان گفتم که آره دوست دارم ازدواج بکنم و اونم اجازه گرفت که بیاد خواستگاریم، اما من که میدونستم توی دل خودم اون چی میگذره بهش گفتم که دیگه احتیاج به این کارا نیست و اونم تایید کرد. جفتمون به خانواده هامون خبر دادیم که میخوایم با هم ازدواج کنیم و اونا هم اختیار رو به خودمون داده بودن. آخه ما دیگه نوجوان که نبودیم، دست آخرم خودمون باید تصمیم میگرفتیم. یه مهمونی خیلی کوچیک گرفتیم و نزدیکامون رو دعوت کردیم. من و احسان با چشم‌پوشی روی همه تجربه های سختی که داشتیم با هم ازدواج کردیم. ممنون که تا آخر داستان همراه هم بودی. خوشحال میشم نظرتو راجع به ابعاد مختلف این داستان و قضایاش بدونم. توی کامنت ها حتما برام بنویس و اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردی ویدیو رو لایک کن.